یک فرمانده گروه خرد جهادی در افغانستان به خبرگزاری BBC گفته است یراق‌هایی را که پیروانشان را با آن تامین کرده است به عوض مواد مخدر از تاجیکستان میگیرد. این فرمانده که از او مهراب‌الدین میاخیل نام برده شده است گفته است سلاح بر عوض مواد مخدر از تاجیکستان از طریق مرز قاچاق می شود، اما توسط چه کسی یا مقامی در تاجیکستان یراق دسترس می شود چیزی نگفته است. قبلا هم رسانه انگلیسی The Daily Beast با تکیه به منابعش در افغانستان خبر داده بود که 4 سربازی از طرف طالبان ربوده شده تاجیک به عوض یراق آزاد شدند. خبر دیگری هم در رسانه ها پخش شده بود که طالبان یراق‌های روسیه را که صاحبند اساساً از تاجیکستان دسترس می کنند، اما این که یراق‌ها از شهروندان تاجیک خریده می شود یا از خود روسیه توسط تاجیکستان انتقال می شود چیزی گفته نشده است. مقامات تاجیک هر دوی آن خبر را هم تکذیب کرده بودند، اما در مورد سخنان فرمانده مهراب‌الدین میاخیل راجع به عوض‌کنی یراق با مواد مخدر هنوز بیانیه نشر نشده است. رسانه‌های روسی هم پیوسته تاکید می‌کنند که مواد مخدر که به روسیه وارد می‌شود اساساً از افغانستان طریق تاجیکستان به آنجا می‌رود.